دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خدا رو شاکرم که تونستم در کانال تتاتره تعدادی از صرافی‌های معتبر رو به شما معرفی بکنم تا بتونید با اطلاعات بالاتر در این صرافی‌ها عضو بشید و ریواردها، بونوس‌ها و کشبک‌های اون صرافی‌ها استفاده بکنید و سودهای قابل توجهی رو به دست بیارید. و از کامنت هاتون مشخصه که خیلی هاتون تونستید از این ریواردها استفاده بکنید و سودهای خوبی رو ببرید. امروز اومدیم با هم دیگه تا یک صرافی جدید رو بهتون معرفی بکنم و بهتون بگم که چطوری میتونید ریواردهای جذابی رو از این صرافی به دست بیارید و تریدهای لذت بخشی رو از این صرافی داشته باشید. پس با من همراه باشید. خب امروز اومدیم تا در مورد صرافی البنک با هم دیگه صحبت بکنیم و یک معرفی کوتاه از این صرافی داشته باشیم و بهتون بگم که چطور میتونید از ریواردهای این صرافی استفاده بکنید. صرافی البنک در سال 2015 کار خودش رو در چین شروع کرده و الان در کشورهای زیادی شعبه داره و دفتر داره و داره کارش رو انجام میده. الانی که داریم با هم صحبت میکنیم این صرافی البنک در سایت کوین مارکت کپ جزو 20 صرافی اول در رنکینگش هست و با حجم معاملاتی که در طی هر 24 ساعت حدود 1.5 میلیارد دلار حجم معاملاتی داره و بیش از 10 میلیون کاربر فعال داره. صرافی البنک یک پلتفرم بسیار ساده و غیر پیچیده برای معاملات فیوچرز داره و شما میتونید خیلی راحت در این صرافی با امنیت بسیار بالا ثبت نام بکنید و معاملات بسیار خوب و لذت بخشی رو در این صرافی داشته باشید. حالا برای ثبت نام شما میتونید از لینکی که داخل دیسکریپشن گذاشتم استفاده بکنید تا بتونید از ریوارد هایی که قرار خدمتتون بگم استفاده بکنید. حالا اینکه چطور ثبت نام بکنیم و چه کار بکنیم رو در ادامه ویدیو خدمتتون میگم. خب شما بعد از اینکه از داخل دیسکریپشن روی لینک ثبت نامی که براتون گذاشتم کلیک کردید وارد سایت البنک میشید. اونجا حتما پیشنهاد من به شما اینه که با ایمیلتون ثبت نام میکنید، یک رمز عبور برای خودتون میذارید و بعد وارد سایت میشید. بعد از اینکه وارد سایت شدید حتما این رو هم خدمتتون بگم فیلتر شکنتون کامل خاموش باشه، از فیلتر شکن استفاده نمی کنید. بعد از اینکه وارد سایت شدید و ثبت نامتون رو انجام دادید با ایمیل، شما اپلیکیشن البنک رو از داخل خود سایت البنک دانلود میکنید و بعد وارد اپلیکیشن میشید، نام کاربری و رمز عبورتون رو میزنید و وارد سایت میشید. برای احراز هویت هم شما بعد از اینکه وارد اپلیکیشن شدید روی اون عکس دایره یا عکس پروفایل زرد رنگتون کلیک میکنید و روبروی یو آی دی تون یه فلش داره، روی اون میزنید و گزینه دوم وریفیکیشن هست که روی اون کلیک میکنید و وارد KYC و مراحل احراز هویت میشید. برای دریافت ریواردها نیازی به احراز هویت نیست، اما من بهتون پیشنهاد میکنم برای امنیت بیشتر حساب کاربریتون احراز هویتتون رو انجام بدید. احراز هویت رو با 3 تا مدرک میتونید شما انجام بدید. یکی این که با گذرنامه یا همون پاسپورتتونه، با کارت ملی یا گواهینامه شما میتونید احراز هویت بکنید. احراز هویت مراحل سخت و پیچیده‌ای نداره. اسم و فامیلتون رو سعی کنید فارسی وارد بکنید، تاریخ تولدتون رو به میلادی وارد میکنید و بعد مراحل بارگذاری عکس هست و یه عکس سلفی از خودتون میخواد که بگیرید اونجا و یک احراز هویت هوش مصنوعی داره که دوربین رو جلوی صورتتون میگیرید و اونجا اون پایین خودش بهتون میگه صورتتون رو به راست بگیرید، به چپ بگیرید، بالا پایین هر کاری لازم هست رو بهش میگید و بعد ثبت اون تموم میشه. و بعد از اون شما میرید تو فرایند
احراز هویت که این فرایند طبق چیزی که خود سایت میگه بین 24 ساعت تا 7 روز زمان میبره که برای من 2 روز بیشتر طول نکشید و احراز هویت هم بدون مشکل انجام شد. احراز هویت نهایتاً بین 24 ساعت تا 48 ساعت انجام میشه، ولی چیزی که به ما گفتن و در داخل خود سایت هم هست گفتن تا 7 روز شاید زمان ببره. پس راجع به این سوال نکنید، من دارم خدمتتون میگم. و برای دریافت ریوارد ها چقدر زمان میبره اون بونوس ها؟ بین 2 تا 7 روز خود سایت گفته زمان بره. پس باید بعد از احراز هویت صبر کنید تا بین 2 تا 7 روز برای شما واریز بشه. یعنی اینکه احتمال داره شما بعد از 24 ساعت احراز هویتتون تایید بشه، بین 2 تا 7 روز بعدش هم بونوس ها یا همون ریوارد ها برای شما واریز بشه. این هم از این. حالا برای اینکه چه ریواردهایی قراره بهتون بده هم من در ادامه ویدیو بهتون میگم با چه شرایطی ریواردها به حساب شما واریز میشه. خب حالا برای دریافت ریواردها ما باید چه کار بکنیم؟ برای دریافت ریواردهایی که صرافی البنک بهتون میده داخل این کمپینی که شما با لینک من ثبت نام کردین، شما باید به حساب فیوچرزتون واریزی داشته باشین. حالا در قبال چقدر واریز چقدر ریوارد بهتون میده، ببینید چیزی که به ما اعلام کردن که قراره به شما در این کمپین داده بشه، اگر با لینک تتا ترید ثبت نام کرده باشید، در قبال واریز 10 تتر و انتقال اون به حساب فیوچرزتون به شما 10 تتر دیگه هم بونوس میده. در قبال 20 تتر واریزیتون به حساب فیوچرزتون $20، در قبال 50 تتر واریزی به حساب فیوچرزتون $50 هم بهتون بونوس میده و در قبال واریز 100 تتر $80 بونوس بهتون میده. در قبال واریز 200 تتر 120 تتر بونوس میده بهتون. در قبال واریز 500 تتر به حساب فیوچرزتون 250 تتر بونوس میده بهتون و در قبال واریز 1000 تتر 500 تتر بهتون بونوس میده که میتونید باهاش ترید انجام بدین و حجم معاملاتتون رو ببرید بالا و سودهای بیشتری رو دریافت بکنید. حالا اینکه دقیق این رو من براتون داخل دیسکریپشن میذارم که شما دقیق بدونید در قبال واریز چه مقدار، مثلا 10 تتر چقدر، 20 تتر چقدر، 500 تتر چقدر بهتون بونوس تعلق میگیره و شما میتونید از اینها استفاده بکنید. امیدوارم از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشید و بتونید استفاده های خیلی خوبی رو از این ریواردها ببرید. خوشحال میشم اگر این ویدیو رو لایک کنید، کانال بنده رو سابسکرایب کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری رو براتون بسازم و کمپین های بسیار جذابتری رو هم براتون بگیرم. در کنار این خدمتتون بگم که ما یک کانالی رو درست کردیم که لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم. لینک کانال تلگرام هست که ما داخل اون یک سری آموزش‌های پایه رو میذاریم و در کنارش روزانه سیگنال هایی رو میذاریم که شما بتونید از اون سیگنال ها استفاده بکنید تا بتونید از ریوارد هاتون سودهای بیشتری رو ببرید. امیدوارم هر روز خوشحال و خوشحالتر باشید و جیبتون پرپولتر باشه. موفق و پیروز و سربلند باشید. Yeah.